عاشق چه پسری میشی؟ عاشق پسری که هدیه گرون بهم بده. گرون مثل چی؟ زمان و وقتی که تو هر موقعیتی میذاره، احترام، صد البته محبت، شخصیت و درک متقابل. تو این دوره زمونه به نظر من احترام، صداقت، دوست داشتن بی قید و شرط، اینا دقیقاً چیزای خیلی گرونیه که با پول نمیشه بخری. اینا از همه چی گرون‌تره و خودم همسرمو با همه این معیارش انتخاب کردم. میدونین اولین کاری که وقتی پسر قصدش از رابطه جدیه انجام میده چیه؟ تا رو به خودتون فکر کردین؟ شفاف حرف میزنه، نمیذاره تو ابهام بمونید، فرار نمیکنه، نمیترسه، سوال تو با یه سوال دیگه نمیپیچونه، تفره نمیره، مثل شیر وای میسه جواب سوالت رو میده، حتی اگه به نفعش نباشه. بی دلیل هم غیب نمیشه. پسر جدی دنبال بازی دادن نیست، دنبال ساختن. دادم چون پسر دیدی؟ اگه دیدی بذارش رو سر.